دوست شیرازی داشتن یعنی بعد از ظهر کاوتوشی کاتلت. یکی از دوستام که تهرونیه بهم گفت شما شیرازی ها چی رو کاوتوشی میکنن؟ گفتم همجور که شما کاو سکنجبی میخورین. بعد که نگاه کردم دیدم این برگ کاهو برمیدن اینجوری میزنن گوشه سکن. اوخه نگو ما اصلا نمیتونیم یدو در بیاریم. ما نون سنگک، کاهو ترشی خونگی، کاهو میذاریم دوی نونو، یه تیکه ترشی هم میذاریم اینجا. خب بعد خود لغمه میزنیم تو آب ترشی رو، بعدم اینجوری میخوریم. خیلی هم خوشمزه. آخه داتون نگفته داتون بسیار سبز و خوشمزه. آخه